با تشبث فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال ولایت سوخت سال 2020 در شهر خوجند تشکیلات جمعیتی ورزشی کلوب فوتبال سوخت 87 به فعالیت آغاز کرده بود. در طول 5 سال فعالیت در این مکتب فوتبال بیش از 600 نفر کودکان و نورسان به فوتبال جلب کرده شدند. این زمان در کلوب فوتبال سوخت 87 که در محله 17 شهر خوجند جایگیر است، با بیش از 150 نفر کودکان و نورسان 4 نفر مربی پرتجربه مشق و تمرین می‌دهند. مورد به ذکر است که برای افتتاح این مکتب فوتبال کودکان و نورسان شخصان سخاوت پیشه و دوستداران فوتبال دلشاد جوریف و فردوس براتوف سهم ارزنده گذاشتند و به دوستداران فوتبال مربیان پرتجربه مشق و تمرین می‌دهند. در اینجا 4 مربی در 6 بست فعالیت میبرند. این زمان 150 نفر شاگردا مشق و تمرین ها میگذارند. آینده هدف ما شاگردها رو تیار کرده با لیگ های اساساً پیش صف، بعد از آن هیئت جوانان، لیگ یکم و لیگ عالی و تیم های تاجیکستان تیار کرده می باشد. در مکتب فوتبال سوخت 87 این زمان برای مشق و تمرین کودکان و نورسان تمام شرایط های معاصر مهیا می باشند. میدانچه ورزشی مکتب برای گذراندن مشق و تمرین و مسابقه ها مساعد بوده. در اینجا پیوسته مسابقه های شهری و ولایتی و جمهوریوی و بین المللی گذرانیده می شوند. من در کلوب سوخت 87 یک سال مشق کرده ایستادم. در این مکتب بسیار شرایط ها خوبند. مربیای بهترین به ما مشق می‌دهند. در طول 1 سال فوتبال را خیلی خوب یاد گرفتم. در برابر مشق و تمرین عملی مربیان به کودکان و نورسان نازوکی‌های فوتبال را به طرز نظریوی با استفاده ویدیو رولک ها می‌آموزانند. حجره های لباس عوض کنی و سانیتری این مکتب ورزشی به طلبات های زمانوی جوابگوی میباشند. کودکان و نورسان به اینجا با شوق و هوس زیاد برای مشق کنی از شهرهای خوجند و بوستان و ناحیه های باباجان غفورов، سپیتامین، جبار رسولov و دیوشتیج می آیند. برای مشق کردن از ناحیه دیوشتیج می آیم و هر هفته 3 بار آمده مشق کرده می برم. Пришел сюда на самые лучшие тренировки. Я здесь могу быть вратарем или защитником. Здесь самая лучшая школа, потому что здесь нас учат разным трюкам и делают тренировку. Для того, чтобы стать лучшим футболистом, надо приходить сюда, потому что здесь можно ощутить себя очень быстрым и ловким. راهبریت و مربیان کلوب فوتبال سوخت 87 در نقشه دارند من بعد نیز کودکان و نورسان را بیشتر به فوتبال جلب نمایند، فوتبال بازانی با مهارت را به وای رسانند و برای رشد و عمومیت فوتبال در کشور سهم ارزنده خود را گذارند.